وقتی جانم به خطر می افتد، خصوصا اگر قهوه هم نخورده باشم، افکارم خیلی در هم و بر هم می شود. بگذریم. تصمیم گرفتم برگردم و به سمت خط پایان بروم، چون به نظر می رسید مسیرش امن‌تر است. آنطور که پیدا بود مسیر خط پایان تقریباً 32 تپه داشت که بعضی از آنها از برخی کوه‌هایی که می شناختم هم بلندتر بودند. وقتی رسیدم غرق عرق بودم و اعصابم به هم ریخته بود و زیر لب مدام غر می زدم و می گفتم چرا چنین غلطی کردم؟ همون موقع بود که اولین الیت از دوندگان ماراتون را دیدم. الیت به آن دسته از دوندگان ابرقهرمانی میگویند که کل مسیر مسابقه را حدود 5 دقیقه تمام می کنند. آنها هنگام دویدن مثل چیتا یا غزال هستند و تماشا کردنشان نفس آدم را بند می آورد. به عنوان کسی که اولین ماراتونش را در 12.5 دقیقه دویده بود، دهانم از تعجب باز مانده بود. خانم‌های دونده الیت معمولا مسیر مسابقه را در 6 یا 7 دقیقه به پایان می‌رسانند. از اونجایی که همیشه خیلی عقب‌تر از الیت ها هستم، هرگز قادر به دیدن آنها نبودم. همونجا که بودم ایستادم و آنها را یکی پس از دیگری تماشا کردم و از دیدنشان بسیار لذت بردم. تا 2.5 ساعت بعد همچنان همانجا ایستاده بودم و دونده های غریبه را تشویق می کردم. بیوقفه دست می زدم و آنقدر جیغ کشیدم که گلویم به سوزش افتاد. همان شعارهایی را تکرار می کردم که وقتی خودم در مسابقه بودم از شنیدنشان انگیزه می گرفتم. تو خیلی قوی هستی، آفرین، تو برنده میشی، تو میتونی. آخرین شعار را هرگز کسی به من نگفته بود، اما هر وقت شرایط دویدن برایم سخت میشد خودم به خودم میگفتم. وقتی شرکت کننده ای را میدیدم که نزدیک افتادن بود، آن را بارها و بارها فریاد میزدم. تو سخت‌تر از اینها را پشت سر گذاشتی، تسلیم نشو. بالاخره همون لحظات بود که دوستانم کیتی و بریتنی را دیدم که از مایل 12 اولین نیمه ماراتونشان عبور می کردند. توانید آن را در عکسی که یک نفر از ما گرفته بود ببینید. در این عکس من دیوانه‌وار در حال جیغ کشیدنم و به زور جلوی خودم را گرفتم تا برای حمله به سمت آنها و بغل کردنشان از روی فنس نپرم. آنقدر به آنها افتخار می کردم که همزمان هم می خندیدم و هم گریه می کردم. انگار که موفقیت آنها موفقیت خودم بود. خارج از مسیر مسابقه موازی با آنها می دویدم و از هر لحظه لذت می بردم و صدای خدا را می شنیدم که می گفت تصور کن اگر تو هم امروز در این مسابقه شرکت کرده بودی چه چیزهایی را از دست می دادی. اگر در مسابقه شرکت می کردم هرگز دونده های الیت را نمی دیدم. هرگز دوستم هانا را نمی دیدم که بهترین رکوردش را ثبت می کند. رکوردش 13.1 مایل در کمتر از 2 ساعت بود. هرگز در کنار جوی، کسی که باعث شد از طرز جیغ کشیدنم احساس خجالت کنم، قرار نمی گرفتم. او بلندتر از تمام کسانی که مشغول تشویق شرکت کنندگان بودند فریاد میزد. هرگز نمی توانستم کیتی و بریتنی را بغل کنم. هرگز هیچ یک از این اتفاقات را نمی دیدم و تجربه نمی کردم. اگر در مسابقه شرکت کرده بودم، تنها چیزی که به دست می آوردم شرکت در یک نیمه ماراتون دیگر بود، مثل همون 10 بار دیگر که شرکت کرده بودم و چیزی جز کمی افتخار و یک عدد موزی که در پایان خط به همه می دادن نصیبم نمی شد. اولین قدم برای پشت سر گذاشتن قضاوت و رقابت کردن اعتراف به این است که هیچ کس مسئول نیست. بعضی از ما با روش‌های جزئی قضاوت می کنیم. چشمهایمان را برای طرز لباس پوشیدن کسی گرد می کنیم.
به بچه‌ای که در سوپرمارکت بدرفتاری می‌کند اخم می‌کنیم و در مورد مادری که هر روز وقتی دنبال فرزندش به مدرسه می‌آید یک لباس می‌پوشد و نگران به نظر می‌رسد فرضیه سازی می‌کنیم. شکل قضاوت کردن در بعضی افراد بدتر است. سرزنش کردن خواهر کوچکترتان فقط به خاطر اینکه دیدگاه او با شما متفاوت است. به طرز فجیعی از زنان دیگر غیبت کردن، ایجاد یک صفحه روی شبکه‌های اجتماعی برای فحش دادن و بد و بیراه گفتن به افرادی که حتی نمی‌شناسید، فقط به این خاطر که آنها پا را از آنچه شما نمی‌پسندید فراتر گذاشتند. دومین قدم این است که بفهمید چون شما به چیزی باور دارید دلیل نمی شود که دیگران هم به آن باور داشته باشند. در بسیاری از مواقع قضاوت کردن از آنجا نشأت می گیرد که فکر می کنید شما برخلاف دیگران از همه چیز سر در می آورید. قضاوت کردن دیگران در واقع باعث می شود نسبت به انتخاب‌هایمان احساس امنیت کنیم. ایمان یکی از این مثال هاست. ما باور داریم که دین ما دین حقیقی است. بنابراین تمام مذاهب دیگر را رد می‌کنیم. حتی افراد هم مذهب، اصلاً چه میگویم، حتی افرادی که در یک کلیسا دعا می‌خوانند هم یکدیگر را به خاطر مؤمن واقعی نبودن قضاوت می‌کنند. من نمیدانم اصول دین شما چیست، اما اصول دین من خوشرفتاری با همسایه است. نه خوشرفتاری با همسایه اگر آنها مثل من فکر می‌کنند و عمل می‌کنند، و نه خوشرفتاری با همسایه اگر آنها درست لباس بپوشند و درست حرف بزنند. فقط خوشرفتاری با آنها. بله، من هم عقیده دارم که ما نسبت به یکدیگر مسئول هستیم، اما مسئول یکدیگر بودن در جامعه و در روابط اتفاق می‌افتد. مسئول یکدیگر بودن از قلب یک رابطه دوستی زیبا نشأت می‌گیرد. رابطه‌ای که باعث شود شما با دوستتان بنشینید و صمیمانه از او بپرسید که آیا آنها به اعمال خود نگاه کرده اند؟ مسئول یکدیگر بودن از عشق برمیخیزد. قضاوت کردن از ترس، تحقیر و حتی تنفر نشأت می‌گیرد. بنابراین سعی کنید بر قضاوت‌هایتان لباس مسئولیت بپوشانید تا وجدانتان آسوده شود. در طول چند سال گذشته بی‌وقفه تلاش کردم تا مطالبی را مخصوص بانوان تهیه کنم. ساعتها را صرف فهمیدن این کردم که زنانی مثل ما واقعاً در زندگی به دنبال چه هستند. می‌دانید دنبال چه هستند؟ می‌دانید اولین چیزی که بیش از هر چیزی شنیدم و ایمیل درباره‌اش دریافت کردم و برایش نظرم را خواستند چه بود؟ دوستی. اینکه چطور دوست پیدا کنند، چطور دوستیشان را حفظ کنند، چطور آن را ارتقا دهند و قدرش را بدانند. این چیزی است که زنها به دنبالش هستند. این همان چیزی است که آنها از ته دل می‌خواهند و آرزویش را دارند. و اگر این حقیقت داشته باشد، باید از اول شروع کنیم. از اول شروع می‌کنیم و به خودمان یاد می‌دهیم که ذهنی باز داشته باشیم. با سلام و یا دست دادن شروع می‌کنیم و از تصمیمات غیر واقعی خودداری می‌کنیم. به دنبال نقاط مشترک یکدیگر می‌گردیم، نه تفاوت‌هایمان. به مدل مو، لباس و وزن و نژاد و مذهب و وضعیت مالی و طبقه اجتماعی یکدیگر توجه نمی‌کنیم. مواردی چون شخصیت، احساس و منطق و تجربه یکدیگر را در نظر می‌گیریم. و بله، ممکن است کار راحتی نباشد، اما به شما قول می‌دهم ارزشش را دارد. دوستان شما منتظرتان هستند و اگر هنوز آنها را پیدا نکرده اید، از شما می‌خواهم تا این نکته را در نظر بگیرید که شاید دوستان شما به شکلی متفاوت از آنچه انتظار داشته اید در کنار شما ظاهر شدند. به رسم هر فصل این کتاب میریم نتیجه گیری های نویسنده رو از این فصل براتون بخونیم. مواردی که به من کمک کردند: 1. دوستانی که اهل قضاوت نبودن. ما اغلب از افرادی که اطرافمان را پر کردن تحذیر میپذیریم و شبیه آنها میشویم. اگر دوستان شما اهل غیبت و نیش و کنایه هستند،
قول می‌دهم که این عادت در شما نیز ریشه می‌دواند و رشد می‌کند. وقتی دنبال یک جمع زنانه می‌گردید، دنبال گروهی باشید که باعث پیشرفت یکدیگر می‌شوند، نه به گریه انداختن یکدیگر. 2. کنترل کردن خودم. اگر همین الان هم اهل قضاوت کردن هستیم، بگذارید صادق باشیم، اکثرمان هستیم. باید تلاش بیشتری برای کنترل کردن خودمان بکنیم. هرگاه دارم در ذهنم کسی را قضاوت میکنم، خودم را وادار به متوقف کردن این کار میکنم و به خوبی های آن فرد فکر میکنم. با انجام این کار یاد میگیرم که به جای نکات منفی به دنبال نکات مثبت باشم. 3. برخورد کردن با قضاوت. معمولا قضاوت و غیبت کردن از عدم اعتماد به نفس نشأت میگیرد. اول از همه به خودتان مراجعه کنید و ببینید اشکال کار کجاست. ببینید چه چیزی باعث بدرفتاری شما با دیگران شده است. اولین قدم برای تبدیل شدن به نسخه‌ای بهتر از خودتان صادق بودن است. درباره دلیل بدرفتار بودنتان صادق باشید. روز خوش، خدا نگهدار.